اگه بگم امشب قراره یه چیزی ببینی که شاید نباید میدیدی، بازم میای با هم قدم بزنی. میگم بعضی خیابونا فقط محل رفت آمدن، اما بعضیا محل امتحان خون سردی. بعد از ساعت 8 گلسار دیگه فقط یه خیابون لوکس نیست، یه صحنه است، جایی که بعضیا میان خرید کنن و بعضیا میان دیده بشن. یه سوال ساده: اگه چند دقیقه پشت سر یه حضور خاص راه بری و حس کنی هر نگاه اطراف همزمان با تو قفل شده روی همون قاب، واقعا میتونی بی تفاوت بمونی؟ امشب نمیخوام توضیح بدم، نمیخوام قضاوت کنم، فقط میخوام ببینم کی تا آخرش طاقت میاره. چون بعضی شبا توی گلسار فقط قدم زدن نیست، یه جور وسوسه کنترل شده است. اگه فکر میکنی از پسش برمیای، بیا جلو. بعضی خیابونا وقتی شب میشه خلوت‌تر میشن، اما بعضیا تازه شروع میکنن به نفس کشیدن. گلسار بعد از 8 شب فقط یه خیابون نیست، یه صحنه است، جایی که نورها نرمتر میشن اما جسارتها پررنگتر. هوا خنک بود، اون خنکی که باعث میشه پارچه ها روی پوست معنی پیدا کنن، یقه ها آزادتر دیده بشن، عطرها نزدیکتر حس بشن. من قدم گذاشتم توی خیابون، آروم اما با چشمای بیدار. ویترینا برق میزدن، طلاها میدرخشیدن، شیشه کافه ها بخار گرفته بود و پشت هر شیشه یه داستان نیمه خصوصی جریان داشت. اینجا آدما فقط راه نمیرن، قد میکشن، خودشون رو نمایش میدن با نگاه هایی که کوتاهه ولی پرمعنی. خانوما اینجا خوب بلدن چطور راه برن، نه تند نه کند، کنترل شده، با اون مدل اعتماد به نفسی که میگه میدونم داری نگام میکنی. تا اینکه یه حضور، نه فقط یه دختر، یه حضور کامل وارد خواب شد. موهای بلند، صاف و لخت که زیر نور خیابون برق میزد. عینک مشکی روی موهاش انگار برای کامل کردن اقتدارش بود. کراپ تاپ مشکی با یقه‌ای که دقیقاً تا همون جایی باز بود که باید باشه. بارونی کرم بلند که با هر قدم کمی کنار میرفت. چکمه سفید بلند. لگ مشکی که فرم حرکتشو واضح تر میکرد. و یه ساک خرید که انگار فقط یه بهونه بود. چند دقیقه جلوتر از من راه رفت و من پشت سرش، نه خیلی نزدیک نه خیلی دور. هر کسی از کنارش رد می شد یه لحظه مکث می کرد، یه چرخش سر کوتاه، یه نگاه سریع که سعی می کرد طبیعی باشه اما نبود. اون میدونست، کاملا میدونست.
راه رفتنش معمولی نبود، ریتم داشت. انگار خیابون براش طراحی شده بود. نور مغازه ها روی خط یقش سایه مینداخت. بارونی با هر قدم کمی باز میشد و اون بدون اینکه عجله کنه ادامه میداد. وقتی میگه اعراض هویت و اینا یعنی مهم اول گفتی بیا اگه این شب برات معمولی نبود، اگه حتی یه لحظه پلک نزدی، الان وقتش نشون بدی. لایک کن تا بدونم این مسیر رو ادامه بدم. توی کامنت ها برام بنویس تو اگه جای من بودی چقدر میتونستی بی تفاوت قدم بزنی. اگه میخوای هر شب کنار من توی این خیابونه باشی سابسکرایب کن، چون قرار گلسار فقط گرمتر بشه. گلسار اینطوریه، هیچ کس حرفی نمیزنه اما بازی جریان داره. عطرا قاطی میشن، نگاه ها رد و بدل میشه و شب صمیمی تر میشه. من ادامه دادم از کنار گل‌هایی که بوی شیرینشون با هوای خنک قاطی شده بود، از کنار کافه هایی که نور گرمشون خیابون رو نرم تر کرده بود، از کنار آدم هایی که شاید برای خرید اومدن اما بیشتر برای دیده شدن. بعضی شبا توی گلسار فقط قدم زدن نیست، یه جور وسوسه بی صداست.
اگه دوست داری این شبا رو از نزدیک تر حس کنی، اگه از این بازی نگاه ها خوشت میاد، بمون. چون گلسار هنوز خیلی چیزا برای نشون دادن داره.